نگذارین که گفتمان ملی ما شما را کسای دیگه تصاحب کنه. افغانستان مال ماست، منتظیات بین افغانستان خراسان. بله کشور دو نامه، دویچلند هم است، جرمنی هم است. افغانستان خراسان از ماست، ما صاحبش هستیم، ما پاسدار مرزبانش هستیم. نعره تکبیر. با تقوا، ما به تقوای شهادت دادیم. او شهود الله با جعفریان گفتم، امشب هم لایف دارم گپای تازه رو میزنم. بنده به عنوان کسی که 30 سال در اسلام، در قرآن، در معارف دین شما بودیم، من شهادت میدم امیر مسعود ثانی حفظه الله، همین عنوان بگیرین، امیر مسعود ثانی. امیر مسعود ثانی ما از پاکترین انسانهای افغانستان است، از با تقواترین های افغانستان است. من 4 شب پیشم در لایف گفتم پرچم مقاومت، برادرم زیاد گفتم خیر، پرچم مقاومت دست یک سازشگر نیست. پرچم مقاومت امروز دست یک معامله‌گر نیست. افتخار ما است که امروز پرچم مقاومت به دست بچه مسعود است، به دست فرزند خلف رشید صالح متدین مسعود است. چی باید کرد؟ تحلیل زیاد کردین، گریه زیاد کردین، چیغک هم زیاد کردین، تظاهرات هم زیاد کردین. چی باید کرد؟ وظیفه ما در این یک چی است. من از اینجا بر ریگستانی فقط دعا میتونم بکنم، با او اجازه ندارم بگم تو چی کار کو چی کار نکو. اونا در میدان خودشون بهتر میفهمن که با چی کار کنن. درسته نه؟ وظیفه و رسالت ما در غرب چیست؟ شما یک سرمایه بزرگ مقاومت هستین. حضور شما در غرب یک سرمایه بسیار کلان است. صرف حضور ما و شما در غرب امروز میتونه کمر مقاومت بسته کنه. ولی اگر بد عمل کنیم، بدون برنامه عمل بکنیم، احساساتی عمل بکنیم، بی نظم عمل بکنیم، کمر مقاومت ما و شما اینجا میشکنانیم. اولین پیشنهاد من، اولین تقاضای من این است در شکلگیری همه جانبه، گوش کنیم، در شکلگیری همه جانب جبهه مقاومت ملی اسلامی از امروز مثل یک تکلیف شرعیتان، مثل نماز صبحتان دیگه به تلاش بکنیم. جبهه فراگیر ملی اسلامی مقاومت در 6 قاره شکل گرفته. هر یکی ما و شما جزئی جبهه هستیم، خجالتم نمیکشیم. اعلام عضویت کنین، در ساختار جبهه مقاومت ملی اسلامی افغانستان عضو شویم. این مقاومت پنشیر نیست. من بچه کابل، بچه مرادخانی عضو جبهه مقاومت هستم، صدای جبهه مقاومت هستم. سینه خود سپر میکنم صبا دروازه پنشیر واز شود. به الله قسم، به الله قسم. امروز بر من سازشکارا از کابل پیغام دادن که تو با پاسپورت آلمانی در کابل گپ نزن. ما درسته که پاسپورت ما آلمانی شده، ولی انسانیت خود از دست ندادیم، شرف خود از دست ندادیم. افغانستان، کابل، پنشیر، مالستان، بامیان جان ما هست. امروز جان ما آسیب دیده. اول همه شما در شمولیت یک جبهه فراگیر مقاومت ملی مشارکت کنیم. این باید قومی نباشه، نژادی نباشه. ما هم از دشمنای قدیمی خود ضربه خوردیم، هم از دوستان درونی خود ضربه خوردیم. حرام است، ما فتوای شرعی براتون میتونم، حرام است که کسی امروز از درون جبهه مقاومت به قومای پشتون خود اهانت بکنه. چک کنین. درست است که همه طالبا پشتون هستند، ولی قاری فصیح الدین هم آمد از بدخشان سر پنشیر حمله کرد یا نه؟ پس ما میتونیم خدا نکرده بر بدخشان اهانت کنیم؟ بدخشان پاره تن ماست. نگذارین که گفتمان ملی ما شما را کسای دیگه تصاحب کنه. افغانستان مال ماست، منتظیات بین افغانستان خراسان. بله کشور دو نامه، دویچلند هم است، جرمنی هم است. افغانستان خراسان از ماست، ما صاحبش هستیم، ما پاسدار مرزبانش هستیم. نعره تکبیر. لذا بنده همین قاری ایسا، گوش کنین، بنده همین قاری ایسا، یک دقیقه برادر، آفرین عزیزا. بنده شما کلتون در فضای مجازی دیدین، برادرم میدونم، من شما را خوب احساساتی کردم.
آفرین آفرین. وظیفه ما برانگیختن احساس هست، ولی باید مدیریت هم شوه یا نشوه. خوب دقت کنین برادرای من یک قاری عیسایی که پشتون است و مردانه در برابر طالب و در کنار مقاومت ایستاد شده، ما او را از تمام تاجکا و شیعه ها و هزارهای وطن فروش ناموس فروش سازشگر ما او ترجیح میتم. شما دیدین مردانه در طول یک سال نگذارین که صداها خاموش شود. صداهایی که در داخل برادران پشتون ما، صداهای آزادی، صداهای انسانیت، صداهای اخلاق خاموش نکنین. زن یک نفرتون پشتون است، داماد یک نفرتون پشتون است. این جنایت نکنین، این جرم نکنین. اونا میخواین گفتمان ملی ما را قومی بسازن. آریانای بزرگ، خراسان بزرگ پشتون را خوشحال حال خطر جز خودش میدانه. یک لحظه. صدای رگستانی صاحب میشه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. هموطنان عزیز، مردم شریف افغانستان، برادران، خواهران، کودکان و همه کسانی که آواز مرا در خارج و داخل کشور میشنوند، امروز 21 سنبله 1400 هجری خورشیدی مطابق است با 12 سپتامبر 2021 میلادی، من و همه مقاومتگران و مجاهدان فداکار در پنجشیر هستیم و خواستیم از طریق پیام یک بار دیگر به همه ملت افغانستان و همه آزادی خواهان جهان پیام خود را برسانیم که حکومت مزدور طالبان را به رسمیت نمیشناسیم و طالبان تسلیم نخواهیم شد و ما تسلیمی را نمیشناسیم، فرار نخواهیم کرد و در وطن و کشور خود باقی خواهیم ماند. یک بار دیگر به همه ملت افغانستان و همه آزادی خواهان جهان پیام خود را برسانیم که حکومت مزدور طالبان را به رسمیت نمیشناسیم و طالبان تسلیم نخواهیم شد و ما تسلیمی را نمیشناسیم، فرار نخواهیم کرد و در وطن و کشور خود باقی خواهیم ماند. و شما اطمینان میدهم که مقاومت زنده است و زنده خواهد ماند و این با کمک خداوند و همکاری ملت ما خواهد